الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا صلی الله علیه و سلم. توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم را مد نظر داشتند. ما اهل سنت و الجماعت معتقدیم که محبت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم جزو ایمان هست. یعنی اگر کسی ادعای اسلام داشته باشد و باز هم منکر محبت اهل بیت باشد، منکر فضیلت اهل بیت باشد، با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم محبتی را و دوستی نداشته باشد و اون حقوقی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اهل بیت تعیین کرده اون حقوق را نپردازد و ادا نکند، چنین انسانی در ادعای خودش کاذب و دروغگو هست. تمامی اهل سنت و الجماعت فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم را در غدیر خم که فرمودند اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. تمامی اهل سنت این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را در وجود خودشان احساس می کنند و ایمان خودشان را بر این مبنا گذاشتند که این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را در مورد اهل بیت عملی بکنند و با اهل بیت ایشان دوستی داشته باشند. و در رأس اهل سنت و الجماعت ائمه اهل سنت و الجماعت هستند، یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو بکر، عمر و عثمان، طلحه و زبیر و بقیه اصحاب. حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در این زمینه می‌فرماد ارقبوا محمدا فی اهل بیت. محمد را یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم را حفاظت بکنید، مواظب باشید درباره اهل بیتش، یعنی این که توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم را در برخورد با اهل بیتش همیشه مد نظر داشته باشید. روابط حسنه‌ای که در میان خلفای ثلاثه و همچنین طلحه و زبیر و از جانبی دیگر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشته، این گواه عدلی هست و شاهد راستگو و صحیح و درستی هست و دال بر این مطلب که قطعا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اون صمیمیتی را که باید با اهل بیت داشته باشند، اون محبت و صمیمیتی را که باید داشته باشند قطعا این گونه بوده. اون محبت را داشتند، حقوق اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را کاملا مراعات می‌کردند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانی که شهریه تعیین می‌کرد و حقوق میداد، حقوق حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما را برابر و همسطح با حقوق اهل بدر کرد. بزرگترین حقوقی که کسی دریافت میکرد از بیت المال مسلمانان در زمان سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه حقوق کسانی بود که بدری بودند، اصحاب بدر بودند. اما حسن و حسین با این که در اون زمان و در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم کودک بودند و نونهال بودند، با این وجود حضرت عمر حقوق آنها را برابر با اهل بدر قرار داد، حقوقشون برابر با مهاجرین بود. و از طرف دیگر فرزند خودش که عبدالله ابن عمر بود و جز مهاجرین اولین هست، حقوقش را بسیار پایینتر و کمتر از حضرت حسن و حسین کرده بود. یک روزی عبدالله ابن عمر اعتراض کرد و گفت که من صحابی رسول الله بودم، در جنگها در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگیدم، جز مهاجرین هستم، هجرت کردم، چرا حقوق من باید از حقوق حسن و حسین باید کمتر باشد؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمود که ایتینی بأب کابیهما و ام کامهما و جد کجدهما اعطیک مثلهما. میگه که عبدالله برو برای خودت پدری مانند پدر حسن و حسین بیار
مادری مانند مادر حسن و حسین بیار، جدی و پدر بزرگی مانند پدر بزرگ حسن و حسین بیار، اون وقت من حاضرم که حقوق تو را با حسن و حسین برابر بکنم. این نشان از چی دارد؟ نشان از محبت دارد، نشان از احترام دارد. این در واقع تمام افسانه هایی را که در این زمینه بافته اند و تمام دروغ هایی را که در این زمینه گفته اند که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مظلوم بودند، از جانب ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه زبیر مورد ظلم قرار گرفتند، تمامی این افتراها را و تمام این یاوه ها را در واقع برباد می دهد. عمر این گونه بوده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم اون را انتخاب کرد برای این که پدر خانومش باشد و دختر عمر را خواستگاری کرد. عمر این گونه بوده است با این صفات و با این ایمان و با این اخلاص که حضرت علی رضی الله تعالی عنه عمر را به عنوان داماد خودش برگزید و دخترش را که از فاطمه زهرا بود و نوه رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، اون را به ازدواج حضرت عمر رضی الله تعالی عنه درآورد. اما این همه ازدواج‌هایی نبوده که در میان آل عمر و آل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام گرفته. فقط ازدواج رسول الله با دختر عمر یا ازدواج عمر با دختر علی نیست. اضافه بر این هم وقتی که به تاریخ برمیگردیم، در زمانهای متفاوت و در ادوار آتی بعد از زمان خود حضرت رسول الله و عمر و علی میبینیم که باز هم این دو خانواده با هم دیگر وصلت هایی را داشتند و این ارتباطات همچنان برقرار بوده که نشان از این دارد که این جریاناتی که تعریف میکنند، این افسانه هایی که گفته می شود که عمر قاتل فاطمه زهرا هست، حمله کرده، یورش برده به خانه حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت فاطمه زهرا را مورد ضرب و شتم قرار داده که نهایتاً فرزندش را سخت کرده. این ارتباطاتی که در زمان رسول الله با آل عمر وجود داشته و در زمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه وجود داشته، بگونه ای که حضرت علی رضی الله تعالی عنه دختر خودش را که از فاطمه زهرا هست اون رو در اختیار حضرت عمر قرار می دهد و به عنوان زن عمر اون رو به عمر می سپارد. آیا امکان دارد که فردی مانند علی شیر خدا این را قبول بکند و برای خودش بپسندد که دختر خودش را به همسری قاتل مادر این دختر بدهد؟ اگر واقعا عمر قاتل زهرا بود، هیچ وقت ام کلثوم حاضر نمی شد که برود در منزل عمر زندگی بکند و هیچگاه حضرت علی رضی الله تعالی عنه این دختر را در خانه اون قاتل نمی فرستاد و اون رو به ازدواج عمر در نمی آورد. پس بنابراین نه قتلی صورت گرفته و نه حمله‌ای به خانه حضرت زهرا صورت گرفته، بلکه تمام اینها افسانه و دروغ هست و واقعیت اون چیزی هست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه میدید و میشناخت و حضرت عمر را لایق خودش میدانست و شایسته اهل بیت میدانست که داماد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و شوهر نوه رسول الله صلی الله علیه وسلم و دختر فاطمه و علی باشد. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله برمیگردم و مطالبی دیگر را و نمونه های دیگر را درباره ازدواج هایی که در میان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و خانواده عمر صورت گرفته انشاءالله عرض خواهم کرد. رسال حق، منبر توحید و حقیقت. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. این است الله پروردگار راستین شما، بنابراین پس از حق چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود ندارد،
پس چگونه از حق روی گردان می شوید؟ آری بینندگان عزیز و ارجمند، قبل از میان برنامه عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر شناختی که از عمر داشت و اون شناختی رو که حضرت علی رضی الله تعالی عنه از عمر داشت، این اساس و مبنای قرار گرفت برای وصلت هایی که در میان رسول الله صلی الله علیه و سلم و خانواده عمر و شخص عمر با خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت علی رضی الله تعالی عنه انجام گرفت. اما تمام ارتباطات و تمام وصلت ها منحصر به این دو وصلت نیست. در زمانهای آتی بعد از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و بعد از حضرت علی میبینیم که نوادگانشون باز هم با همدیگر وصلت میکنند. یعنی این که در میان آبایشون و نیاکانشون هیچ گونه مشکلی وجود نداشته، نه در ایمان با همدیگر تفاوت داشتند و نه در خانواده از نظر خانوادگی با همدیگر تفاوت داشتند و نه از نظر اخلاق و دیانت. در تمام چیز شایسته یکدیگر بودند و مناسب یکدیگر بودند که این دو خانواده با همدیگر باشند، همون گونه که در زمان رسول الله بودند، همون گونه که در زمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه بودند. بعد از این هم افراد این دو خانواده این روابط صمیمانه خودشان را همچنان حفظ کردند و در تاریخ می‌بینیم که افراد دیگری از این دو خانواده با همدیگر وصلت می‌کنند. به طور مثال حسین افتس که معروف هست فرزند علی ابن زین العابدین هست، علی ابن حسین، ببینیم که ازدواج میکند با جویریه دختر خالد و این خالد پسر ابوبکر هم فرزند عبدالله ابن عمر ابن خطاب هست. میبینیم که نوادگانشون هم با هم دیگر وصلت کردند و این یکی از وصلت هایی هست. وصلت های دیگری هم در این زمینه و در میان این دو خانواده وجود دارد که صاحبان کتب انساب و نسب شناسان این مطالب را و این وصلت ها و ازدواج ها را کاملا ثبت کردند. به طور مثال ابن عنبه در کتاب معروف خودش که عمدة الطالب هست صفحه 337 این ازدواج را ثبت کرده و یادداشت کرده و برای من و شما بیان کرده و میگوید و اما الحسین ابن الافطس و امه علی ما قال ابو الحسن العمری عمریتون. وقتی که اینو ذکر میکند به نقل از ابو الحسن عمری میگوید مادرش عمری هست و هی کی هست؟ میگه و هی بنت خالد بنت ابی بکر ابن عبدالله ابن عمر. مادرش بنت خالد هست و خالد هم پسر ابوبکر هم فرزند عبدالله ابن عمر هست. این ازدواجی هست که بعد از زمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بعد از زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعین در واقع صورت گرفته. یعنی در زمان نواهایشون باز هم این ارتباط وجود داشته و با همدیگر وصلت هایی رو انجام دادن. نمونه دیگر ام کلثوم هست. ام کلثوم دختر ابراهیم ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب. ما میدانیم که یکی از فرزندان معروف حضرت علی رضی الله تعالی عنه محمد ابن علی هست. محمد که معروف هست محمد ابن الحنفیه که برادر حضرت حسن و حسین بود و بعد از حسن و حسین ارشدترین فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. ام کلثوم که نوه محمد هست و محمد هم فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنه، میبینیم که با یکی از افراد و خانواده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ازدواج میکنند. این ام کلثوم دختر ابراهیم فرزند محمد ابن علی رضی الله تعالی عنه اجمعین این ازدواج میکند با ابوبکر پسر عثمان فرزند عبیدالله هم فرزند عبدالله ابن عمر ابن خطاب هست. یعنی بعد از این که
این ازدواج ها در زمان رسول الله انجام گرفت، در زمان حضرت علی انجام گرفت، در زمان نوادگان اینها باز هم میبینیم که این وصلت ها همچنان ادامه دارند و وجود داشتند. ازدواج دیگر حسن مثنی هست، فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنه. حسن مثنی فرزند حسن هست و حسن ابن علی، امام حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه که معروف است به حسن مثنی، هم خودش نامش حسن بود و هم نام پدرش که حسن ابن علی هست نامش حسن بود. به این خاطر میگویند که حسن مثنی. این حسن مثنی ازدواج کرده با رمله. رمله هم دختر سعید هست، سعید ابن زید ابن نفیل هست و عموزاده حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنهم. و در عمدة الطالب، در کتاب عمدة الطالب که قبلا بیان کردم که نویسندهش ابن عنبه هست، صفحه 120 این مطلب آمده که وکان للحسن المثنى ابن آخر، حسن مثنی فرزندی دیگر داشت، اسمه محمد که نامش محمد بود، و بنتان و دو دختر هم داشته حسن مثنی، یکی رقیه بوده و دیگری فاطمه. امهم رمله بنت سعید ابن زید ابن نفیل العدوی که مادرشون رمله هست و رمله هم دختر سعید ابن زید هست، سعید ابن زید ابن نفیل که سعید می شود عموزاده حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه. این ازدواج هایی هست که در میان خانواده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و خانواده حضرت ابوبکر صدیق و خانواده حضرت عمر ابن خطاب و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه انجام گرفته و تمامی این روابطی که وجود داشته و این وصلت هایی که انجام گرفته قطعا نشان از این دارد که در میان این دو خانواده آل رسول الله صلی الله علیه وسلم و آل عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه این وصلت ها صورت گرفته و این نشان محبت هست و نشان هم کفو بودن هست و هم شأن بودن هست که واقعا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اگر هم شأن خانواده فاطمه زهرا و حضرت علی نمی بود و در حد و در خور حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نمی بود، این ازدواج صورت نمی گرفت. و اگر واقعا دختر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شایسته رسول الله و مناسب رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی بود، قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین ازدواجی رو انجام نمی دادند. و اضافه بر این هم می بینیم که بعد از زمان رسول الله و زمان حضرت عمر و علی رضی الله تعالی عنهما باز هم این ازدواج ها صورت گرفته و در تاریخ اسلامی این امتداد دارند. یعنی این که این دو خانواده در زمان رسول الله با همدیگر یکی بودند، در کنار یک دیگر بودند و لایق و شایسته یک دیگر بودند. بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم همچنان باقی موندند با همون روابط حسنه، بگونه‌ای که حضرت علی رضی الله تعالی عنه و لایق دانست حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را که دختر خودش را به نکاح حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در بیاورد. و بعد از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه می‌بینیم که فرزندانشون باز هم فرزندان حضرت عمر، فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه، مانند حسن مثنی که نوه حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، شایسته می‌داند آل خطاب را می‌رود و با اون خانواده وصلت هایی را انجام می‌دهد. و همچنین مانند حسین افتس و همچنین ام کلثوم دختر ابراهیم که نوه حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، می‌بینیم که باز هم این افراد با خانواده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ازدواجهایی رو انجام دادند که قطعا این نشان از محبت و صمیمیت دارد و نشان از احترام متقابلی دارد که در میان این دو خانواده وجود داشته و این دو خانواده یکدیگر را هم کف و هم شأن یکدیگر می‌دانستند و واقعیت تاریخی هم همین هست و چیزی غیر از این نیست. و آنچه که میگویند که این دو خانواده با همدیگر دشمن بودند در زمان رسول الله و بعد از ایشان در زمان حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم، قطعا این گونه نیست. اگر واقعا اختلافی در این حد وجود می داشت که حضرت عمر قاتل فاطمه زهرا می بود یا حداقل
اقلش همون کمترین موردش را تصور بکنیم که حضرت فاطمه زهرا را ضرب و شتم کرده بود و جنین از شکم حضرت فاطمه زهرا ساق شده بود، باز هم این ازدواج ها صورت نمی گرفت و این روابط حسنه در میان این دو تا خانواده نقش نمی بست. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى